امین سلطانی هستم، طراح و کارگردان نمایش ننه‌زاد. من این کار واقعا که دارم جز سوگلی‌های منه، هم نقش همین کار. خب بگو از نقش، بگو از فیلم، از نمایشنامه بگو، از نمایشنامه خیلی خوبیه، اجرا بگو. پیچیدگی خاص خودش رو داره و معمولا مخاطبایی که میان خیلی خوب باش ارتباط برقرار می‌کنن. هر جا میبینی داری درست میری زود نزن، بذار بره. در مورد نقشتون بگید، در مورد ویژگی‌های نمایش بگید و اینکه قطعا سنتون به ننه نمیخوره و زود خودتو پیر کردی. اولین چالشی که من داشتم این بود که باورپذیر باشه به لحاظ مخاطبایی که میان نمایش رو میبینن و توی لهجه اتفاقی نیفته که مثلا گویش من مشکلی داشته باشه یا مثلا مخاطبی بیاد که جنوبی باشه و بخواد ایرادی بگیره از لهجه من که لهجه تو مثلا لهجه جنوبی نیست، جنوبی‌ها اینجوری نمیگن، جنوبی‌ها اونجوری نمیگن. یه خطی از نمایشی بخوام براتون بگم، 2 برادر میرن برای صید ماهی که یه موج غریبی زندگی اینها رو برهم میزنه و مادری که در ساحل منتظر بچه‌هاش هست و میخواد خواستگاری برای یکی از بچه‌هاش بره. خب به خاطر اینکه سن ننه توی نمایش خیلی بالا بود، تقریبا 60-70 سالشه، این واسه من یه چالش حساب میشد. حالا چون خودم هم جنوبی هستم، لهجه بونه برای من کار ساده ای بود. ارتباط گرفتن با جنوبی یا بازی کردن یک زن جنوبی برای من خیلی ساده بود. ولی این پیریه، این که بتونی این تفاوت سنیه رو، حالا چون خودم هم 30 سالمه، بخوام اون همه بزرگتر بازی بکنم، اون واسم یکم سخت و دشوار بود که خب به نظرم تا اونجایی که تونستم، حالا با الگوهایی که داشتم، مادر بزرگم که میدیدمش و مدل رفتارش، از اون فقط تونستم الگو بگیرم. به نظرم بد نشده. که ولش بشه ننه میزدو ما میزدو هوکو 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 نمایش یه جوریه که پازلی ماننده و مخاطب باید هم تصویرها رو ببینه، هم موسیقی خوبی که از جنوب آیه خاتمی مینوازه باید گوش کنه. خب یعنی تو داری میخونی رو میگم نگاه تری. آره تو داد این بزن بگو تری، من بیایم پایین. آره. این بهتر از اونه که ما بیایم پایین. بعد واقعا از ته دل دوست دارم بیان این کارو ببینم مخاطب. فارغ از محدود بودن صندلی‌های سالنمون، ولی من خیلی دوست دارم مخاطب این کارو ببینه، مخاطب‌ها این کار رو به همدیگه معرفی کنن و مبلغ ما مخاطب‌ها باشن. تو چی کوکام؟ تو هم ندیدی پسرمونه؟ اما همین که موهاش فرفریه سیاهه. نمیدونی شا؟ بری بچه کجا رفت؟ تری! 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 من یه تشکر از بنیاد شهید ایثارگران تهران بزرگ دارم که ما رو حمایت کردن و حوزه هنری انقلاب اسلامی و تشکر میکنم از امیر حسین شفیع که تهیه کنندگی